سلام، من مریمم. به کانال مری دویچ خوش اومدین. ما قراره امروز با هم دیگه درس دوم از کتاب منشن سطح آ1 رو یاد بگیریم. پیشنهاد میکنم اگه هنوز درس اول رو خوب یاد نگرفتی بری سراغ درس اول رو تکرار تمرین بکنی و با آمادگی بیشتر این ویدیو رو ببینی. و اگه درس اول رو خوب یاد گرفتی و الان آماده هستی پس بدون معطلی بریم سراغ درس دوممون. تیتر درس دوم هست Ich bin Journalistin. Ich bin Journalistin. ژورنالیستین میشه روزنامه نگار خانوم. بچه چرا نگفتم یورنالیستین؟ گفتم ژورنالیستین چون ژورنالیست یک واژه فرانسویه که وارد زبان آلمانی شده. ما واژه‌های خارجی که وارد زبان آلمانی شدن و همونطور که توی اون زبان خارجی تلفظ میشن توی زبان آلمانی هم همونطوری تلفظ میکنیم. از تیتر درس دوم میفهمیم که ما امروز میخوایم راجع به شغل‌ها صحبت بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ کتابمون بریم ببینیم درس دوم قراره به ما چی یاد بده. من درس 2 رو به 5 قسمت تقسیم کردم. Wortfelder, Grammatik, Sprechen, Schreiben und Hören. بچه‌ها Schreiben یک بخشیه که ما تو درس 1 نداشتیم ولی توی درس 2 بهش اضافه کردیم. خب بریم سراغ ورتفلدا. گفتیم ورتفلدا میشد مجموعه از کلمات که معنی همراستا و مشابه دارن. ورتفلدای این درس رو به 3 قسمت تقسیم کردیم. بخش اول د فامیلین اشتاند، د فامیلین اشتاند به معنی وضعیت تأهل. بخش دوم میریم سراغ بیلد لکسیکون، داس بیلد لکسیکون که راجع به دی بروف است. دی بروفه به معنی شغل ها. شغل میشه د بروف، شغل ها میشه دی بروفه. و بخش سوم شمارش اعداد از 0 تا 100. بخش دوم گراماتیک هست. ما گرامر این درس رو به 2 بخش تقسیم میکنیم. بخش اولش کنیوگاسیون است که چون ما صرف فعل رو توی درس اول به طور کامل یاد گرفتیم این بخش خیلی برامون آسونه و امروز قراره با هم دیگه 5 تا فعل رو صرف بکنیم. haben, arbeiten, machen, wohnen und leben. و بخش دوم گرامر فرق نیشت و کاین هست که اونم خیلی آسونه و مطمئنم سریع یاد میگیرین. بخش سوم اشپرشن هست. اشپرشن این درس رو به 4 بخش تقسیم کردیم. über den Beruf, der Familienstand, das Alter und der Wohnort. über den Beruf über یعنی درباره شغل، وضعیت تأهل، سن و محل سکونت. اورت میشه محل مکان، وهن میشه زندگی کردن. د وهنورت میشه محل سکونت. بخش 4 و بخش جدید درس اشقایبن به معنی نوشتن هست. میدونین که آلمانی زبان ها عاشق این بخشن، یعنی برای هر کاری باید بهشون ایمیل بزنی، نامه بزنی و براشون یه متن رو بنویسی. این اولین گام تو برای شروع نوشتنه، پس خوب تمرین بکن. حالا امروز قرار راجع به چی بنویسیم؟ راجع به اشتیک بگیف، اشتیک بگیف، یعنی یک معرفی مختصر از خودمون که شامل اسم و فامیلی و آدرس و شغل و اینجور داستان هست. و بخش 5 و بخش آخر حقوقن هست که حقوقن ها رو ما به دلیل قوانین کپی رایت نمیاریم ولی متن حقوقن رو میاریم و با هم دیگه تکرار تمرین میکنیم و اگر خود فایل حقوقن رو میخواین لطفاً بهم پیام بدین تا براتون بفرستم. خب بریم سراغ ورتفلدا. د فامیلین اشتاند، د فامیلین اشتاند به معنی وضعیت تأهل. فهایقاتت، فهایقاتت، فهایقاتت به معنی متأهل. فویتوت، فویتوت، فویتوت به معنی بیوه، یعنی کسی که همسرش رو از دست داده. گشیدن، گشیدن به معنی طلاق گرفته یا مطلقه. لدیش oder سینگل، لدیش سینگل. بچه ها سینگل اما زینگل نمیخونیم. سینگل یه واژه انگلیسیه که وارد زبان آلمانی شده، همون سینگل میخونیمش. لدیش یا سینگل هم میشه مجرد. بخش دوم ورتفلدا میریم سراغ بیلد لکسیکونمون. بیلد لکسیکون راجع به شغل هست. بچه ها یادتونه که ما جلسه قبل گفتیم همه اسم ها توی زبان آلمانی حرف تعریف یا آرتیکل دارن، یعنی جنسیت دارن. اون اسم ها یا مذکرن یا مؤنثن یا خنثان.
شغل ها هم تو زبان آلمانی جنسیت دارن، ولی خیلی راحت میشه جنسیت شغل ها رو تشخیص داد. شغل هایی که برای خانم ها هستن جنسیت مؤنث دارن و شغل هایی که برای آقایون هستن جنسیت مذکر یا ماسکولین دارن. از نظر نوشتاری هم شغل هایی که برای خانم ها هستن تو 99% معمولا یه EN اضافه میشه به شغل آقایون. خب بریم شغل ها رو با هم دیگه بخونیم. من اول هر شغل رو اول برای آقا رو میگم و بعد برای خانم رو میگم، یعنی به تصویر نگاه نمیکنم. اول شغل رو برای آقا میگم، بعد یه EN اضافه میکنیم یا اگر تغییری لازم بود توی ساختار جمله بدیم میدیم و برای خانم رو میگیم. شغل اول میشه مهندس. مهندس آقا میشه انژنیور. اگر یک EN به آخرش اضافه بکنیم میشه مهندس خانم، میشه انژنیورین. شغل بعدی برای آقا میشه مشاترونیکا. ما تو فارسی به مشاترونیکا میگیم مهندس مکاترونیک که یک رشته چند رشته از ترکیب مهندس مکانیک و مهندس الکترونیک و آیتیه. برای این مهندس مکاترونیک برای خانوم یه EN بهش اضافه میکنیم و میشه مشاترونیکرین. شغل بعدی برای آقا، هنرپیشه آقا، میشه شاوشپیلا. اگر یک EN اضافه بکنیم میشه شاوشپیلرین، یعنی هنرپیشه خانم. شغل بعدی استودنت به معنی دانشجوی، یعنی دانش آموز نیست، دانشجوی آقا. اگر یه EN بهش اضافه بکنیم میشه دانشجوی خانم، میشه استودنتین. شغل بعدی برای آقا میشه ژورنالیست به معنی خبرنگار آقا. اگر یک EN اضافه بکنیم میشه ژورنالیستین، یعنی خبرنگار خانم. بچه دقت کردین که تا اینجا ما فقط یک EN اضافه کردیم و یک شغلی که برای آقایون بود رو جنسیتش رو تغییر دادیم و اون شغل رو برای خانم ها آوردیم. شغل بعدی آرایشگر آقا، فریزویا. ما اگر یک EN اضافه بکنیم میشه شغل آرایشگر خانم، میشه فریزویرین. برای آقا میشد فریزویا، برای خانم میشه فریزویرین. معمار آقا میشه آرشیتکت. اگر یک EN اضافه کنیم میشه آرشیتکتین، یعنی معمار خانم. منشی آقا میشه زکرتا. اگر یک EN اضافه کنیم منشی خانم میشه زکرترین. بچه نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، مثلا توی شغل پزشک آقا میشه آرتس. اما برای پزشک خانم علاوه بر اینکه یک EN اضافه میکنیم آ رو هم به آ اوملات دار تبدیل میکنیم، میشه اقستین. پس پزشک آقا شد آرتس، پزشک خانم شد اقستین. معلم آقا میشه لقا. معلم خانم یک EN اضافه میکنیم و میشه لقرین. فروشنده آقا میشه فکویفا. فروشنده خانم یک EN اضافه میکنیم و میشه فکویفرین. پیشخدمت آقا میشه کلنا. یه EN اضافه میکنیم و پیشخدمت خانم میشه کلنرین. بچه ها دیدین که جنسیت شغل ها رو خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم، یعنی اون شغلی که برای آقایون هست به ER ختم میشه و شغل هایی که برای خانم ها هست معمولا یه EN آخرش اضافه میشه. حالا بعضی از شغل ها مثل دکتر، مثل آشپز، علاوه بر اینکه یک EN اضافه میشه اون حروف صدادارش هم به اوملات دار تبدیل میشه. مثلا آشپز آقا میشه کخ، آشپز خانم میشه کوشین، یعنی او به او اوملات دار تبدیل شده و سه ها بعد از او اوملات دار صدای ش میده. EN هم که اضافه کردیم. پس آشپز آقا میشه کخ، آشپز خانم میشه کوشین. بچه ها شغل رو چند بار تکرار و تمرین بکنیم. من سعی کردم شغل ها رو آروم تلفظ بکنم و هر شغل رو بخش بکنم. بازم اگر احساس کردی که برات سریع بوده و سخت بوده لطفاً سرعت ویدیو رو کم بکن. هر شغل رو که شنیدی گوش دادی پاز کن، ویدیو رو تکرار و تمرین بکن. مطمئنم که یاد میگیری.
خب بریم سراغ بخش سوم وردفلدا، شمارش اعداد از 0 تا 100. بچه شمارش اعداد تا 100 بذار اینجا خودم بزرگ کنم. بچه شمارش اعداد تا 100 5-6 تا نکته داره که اگر این 5-6 تا نکته رو خوب یاد بگیری میتونی هر عددی رو به زبان آلمانی به راحتی بخونی. نکته اول این که اعداد رو از 1 تا 10 باید حفظ بکنی. به این اعداد میگن اعداد اصلی. تو این اعداد رو باید حفظ بکنی، چاره ای نداری. نکته بعدی این که 11 و 12 هم هیچ قاعده و قانونی ندارن، پس باید اون رو هم حفظ بکنی. الف، سولف، این دوتا عدد رو باید حفظ بکنی. نکته بعدی برای شمارش اعداد از 13 تا 19 اونم اینه که 4 تا حرف عدد اصلی رو باید با 10 جمع بکنی. و برای 20 و 30 اونا هم قاعده و قانونی ندارن و باید اون دوتا رو هم حفظ بکنی. ولی از 40 تا 90 فقط کافیه که 4 تا حرف عدد اصلی رو بازیش جمع بکنی و اون عدد رو بخونی. برای سایر اعداد هم برخلاف فارسی ما پیش میریم. یعنی چی؟ یعنی اگر میخوایم بگیم 21، ما تو فارسی میگیم 21، تو آلمانی میگیم 1 و 20. یا اگر میگیم 38، توی آلمانی میگیم 8 و 30. بچه‌ها چون مبحث اعداد خیلی مهمه و من نمیخوام خیلی زمان زیادی اینجا بذارم، براتون یک ویدیو جداگونه ضبط کردم که لینکش رو این بالا براتون میذارم، شما برین نگاه بکنی. توی اون ویدیو شمارش اعداد از 0 تا 100 رو کامل گذاشتم. وسطش کلی ازتون سوال پرسیدم که شما باید به اون سوالات جواب بدین و مطمئنم با دیدن اون 10 دقیقه ویدیو شما شمارش اعداد رو به خوبی یاد میگیرین. حالا ما اینجا اعداد رو از 0 تا 100 روخونی میکنیم. من سعی میکنم اعداد رو آروم بگم اینجا که اگر برات سخت بود اون ویدیو رو ببینی، همینجا سرعت ویدیو رو کم بکنی، با من تکرار تمرین بکنی و یاد بگیری. 0 میشه 0 0، 1 میشه 1 1، 2 میشه 2 2، 3 میشه 3 3، 4 میشه 4 4، 5 میشه 5 5، 6 میشه 6 6. بچه ها اینجا بعد از 3 و ها اس اومده، پس 3 و ها صدای که میده، میشه 6. 7 میشه 7 7، 8 میشه 8 8، 9 میشه 9 9، 10 میشه 10 10، 11 میشه 11 11، 12 میشه 12 12. بچه 13 4 تا حرف عدد 3 رو با 10 جمع میکنیم، میشه 13 13. 14 4 تا حرف عدد 4 رو با 10 جمع میکنیم، میشه 14 14. 15 میشه 15 15. 16 میشه 16 16. اینجا ما بعد از 3 و ها دیگه اس نداریم که 3 و ها صدای که بده، پس 3 و ها صدای همون ش میده، میشه 17. 17 میشه 17 17. 18 میشه 18 18. 19 میشه 19 19. 20 رو قرار شد حفظ بکنیم. 20 میشه 20 20. 30 میشه 30 30. ولی از 40 به بعد دیگه آسونه. 40 میشه 40 50 میشه 50 60 میشه 60 70 میشه 70 80 میشه 80 90 میشه 90 و 100 میشه 100. بچه ها گفتیم برای شمارش اعداد ما بین این اعداد ما برخلاف فارسی پیش میریم. یعنی به جای اینکه بگیم 21 میگیم 1 و 20. یعنی اول عدد یکان رو میاریم، بعد و میاریم و بعد عدد دهکان رو میاریم. مثلا 21 میشه 21 21. 25 میشه 25 25. و 38 میشه 38 38. خب بریم سراغ گرامر این درس.
گفتیم بخش اول گرامر راجع به صرف فعله. ما برای اینکه بتونیم راجع به شغل صحبت بکنیم باید با 3 تا فعل آشنا بشیم. فعل اولمون ماخن به معنی انجام دادن. این فعل خیلی پرکار برده برامون و صرف فعلش هم خیلی آسونه، چون صرف فعلش کاملا با قاعده است و شما میتونید به راحتی اونو صرف بکنید. فعل بعدی هابن به معنی داشتنه. این فعل هم تقریبا با قاعده است، چند تا نکته داره که اونو باید یاد بگیریم. و فعل بعدیمون آقبایتن به معنی کار کردنه. این فعل هم با قاعده است ولی یه نکته کوچولو داره. موقع صرف فعل برای اینکه ما بتونیم راحت تلفظ بکنیم یه نکته کوچولو داره که اونم جلوتر بهتون میگم. بچه‌ها یه مروری داشته باشیم که تو جلسه قبل برای صرف فعل چی گفتیم. گفتیم صرف فعل ها یا با قاعدن یا بی قاعدن. اگر بی قاعده باشه که حفظش میکنیم، اگر با قاعده باشه قانون داره. معمولا یه این آخر فعل هست که اونو حذفش میکنیم تا مصدر فعل به دست بیاد و یک اندونگ مناسب برای اون فاعل رو میاریم جلو فعل میذاریم. فعل اولمون هست ماخن به معنی انجام دادن. خب این فعل کاملا با قاعده است و شما میتونید به راحتی اونو صرفش بکنید. اول این آخر فعل رو برمیداریم تا مصدر فعل به دست بیاد. میشه ich mache, du machst, er macht, es macht, sie macht, wir machen, ihr macht, sie machen. sie باعث بزرگم میشه ماخن. فعل بعدیمون هابن هست. هابن هم گفتیم تقریبا با قاعده است به جز دوم شخص و سوم شخص مفرد. برای دوم شخص و سوم شخص مفرد ما به جایی که این رو حذف بکنیم 3 تا حرف آخر رو حذف میکنیم. چطوری میشه؟ برای ایش میشه ایش هابه، یعنی این رو بر میداریم و فقط اضافه میکنیم. برای دو به جایی که بگین دو هابست ب رو هم حذف میکنیم و میشه دو هست. برای اق هم به همین ترتیب ب آخر رو حذف میکنیم و میشه اق هت، اس هت و زی هت. برای ویا هم که همون قاعده کلی رو رعایت میکنه میشه ویا هابن، ایا هابت، زی هابن، اون زی هابن. فعل بعدیمون هست آقبایتن. آقبایتن هم گفتیم یه فعل با قاعده است. اما بچه‌ها وقتی که ما این رو از آخر یه فعلی حذف کردیم و به ت یا د رسیدیم، برای دوم شخص مفرد و جمع و سوم شخص مفرد باید یک ا اضافه بکنیم که بتونیم راحت‌تر تلفظ بکنیم. پس صرف فعل آقبایتن میشه ایش آقبایته، دو آقبایتست. چون بعد از ت اگر ا نیاریم سخت میشه تلفظ. پس یه ا میاریم که راحت تر بتونیم آقبایتست و آقبایتت رو تلفظ بکنیم. پس میشه اق آقبایتت، اس آقبایتت، زی آقبایتت، ویا آقبایتن، ایا آقبایتت، زی آقبایتن، اون زی آقبایتن. حالا ما گفتیم امروز میخوایم راجع به محل سکونت هم صحبت بکنیم. برای اینکه بخوایم راجع به محل سکونت صحبت بکنیم باید با 2 تا فعل وونن به معنی سکونت داشتن و لبن به معنی زندگی کردن آشنا بشین. بچه نکته بعدی که راجع به وونن و لبن بخوام بهتون بگم اینه که وونن به یک مکان یا فضا اشاره داره، یعنی به اون محل سکونت داره اشاره میکنه. اما لبن کلا به زندگی کردن داره میپردازه. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو اگر بخوای بگی من خوشحال زندگی میکنم میگی ich lebe glücklich، ich lebe glücklich، نمیگی ich wohne glücklich. و نکته بعدی که مهمه وقتی میخوایم بگیم در یک جای زندگی میکنیم، یعنی بعد از وونن و لبن همیشه از حرف اضافه این استفاده میکنیم. خب بریم صرف فعل وونن و لبن رو از رو بخونیم. برای wohnen ا و ان رو بر میداریم میشه ich wohne, du wohnst, er wohnt, es wohnt, sie wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen und sie wohnen. و برای صرف لبن هم به همین ترتیب ای و ان رو از آخر فعل حذف میکنیم، مصدر فعل به دست میاد و میریم اندونگ مناسب رو میذاریم. میشه ich lebe, du lebst, er lebt, es lebt, sie lebt, wir leben, ihr lebt, sie und sie leben. بخش دوم گرامر فرق بین نیشت و کاین بود. من اینجا هم خودم بزرگ میکنم تا براتون کامل توضیح بدم.
بچه‌ها نیشت و کاین خودشون به تنهایی معنی ندارن، اما اگر بخوایم یک جمله ای رو، یعنی یک فعلی رو یا یک صفتی رو منفی بکنیم از نیشت استفاده میکنیم. نیشت در واقع یک جمله مثبت رو به یک جمله منفی تبدیل میکنه. پس ما اگر بخوایم یک فعل یا یک صفتی رو منفی بکنیم از نیشت استفاده میکنیم. اما اگر بخوایم یک اسمی رو منفی بکنیم از کاین استفاده میکنیم. یا اگر توی ترجمه، توی معنی کردن یک جایی بود که معنی هیچ یا هیچ یک رو میداد، حتما باید از کاین استفاده بکنیم. مثلا وقتی میخوام بگم من هیچ پولی ندارم، میگم ich habe kein Geld. ich habe kein Geld. چرا گفتم کاین؟ چون آرتیکل گلد داس هست. خب پس من برای منفی کردنش از کاین استفاده میکنم. اما اگر یک اسمی آرتیکلش دی بود، برای منفی کردنش از کاینه استفاده میکردم. پس در واقع از کاین برای عدم وجود چیزی ما استفاده میکنیم. این همه توضیحاتی بود که راجع به نیشت و کاین میشد به شما گفت. حالا ما میریم جلوتر توی جمله میبینیم و اونجا بهتر درکش میکنیم. بریم سراغ اشپقشن. او با دن بروف. بچه ها برای اینکه از یکی بپرسیم شغلش چیه میتونیم از فعل زاین استفاده بکنیم. مثلا بگیم was sind Sie von Beruf. was sind Sie von Beruf یعنی فون به معنی از نظر، was sind Sie یعنی تو کی هستی از نظر شغلی، شغل چیه. یا میخوایم یکم صمیمانه تر بگیم was bist du von Beruf. was bist du von Beruf تو کی هستی از نظر شغلی، شغل تو چیه. یا میتونیم علاوه بر فعل زاین از فعل ماخن استفاده بکنیم. بگیم was machen Sie beruflich. was machen Sie beruflich. یا صمیمانه تر بگیم was machst du beruflich. was machst du beruflich. بچه اینجا بروف و بروفلیش، بروف اسم بود پس ما با حرف بزرگ آوردیمش، ولی بروفلیش صفته یعنی شغلی، پس اون رو با حرف کوچیک آوردیم توی جمله. حالا وقتی میخوام جواب بدم که شغل من چیه، میتونم با فعل زاین بگم ich bin Hausleiterin. حالا من صادقانه به شما اومدم شغلم رو گفتم که من مدیر دفترم. ich bin Hausleiterin. یا میتونم از فعل arbeiten استفاده بکنم، بگم ich arbeite als Hausleiterin. اما وقتی از فعل arbeiten استفاده میکنم دو تا نکته رو باید در نظر بگیرم. این که بعد از arbeiten همیشه als میاد یعنی به عنوانه، و بعدش هم میتونیم از by استفاده بکنیم. by یعنی نزد یه شرکتی دارم کار میکنم. مثلا من میتونم بگم ich arbeite als Hausleiterin bei einem Studio. یعنی بعد از arbeite als آوردم یعنی به عنوانه، و بعدش by آوردم یعنی نزد اون شرکت دارم کار میکنم. میتونم علاوه بر فعل زاین و arbeiten از فعل haben هم استفاده بکنم، ولی معمولا کمتر استفاده میشه ولی کاملا درسته که بگم ich habe einen Job als Hausleiterin. ich habe einen Job als Hausleiterin. بچه جاب هم یک کلمه انگلیسیه که وارد زبان آلمانی شده، پس همونطوری تلفظش میکنیم. حالا من میخوام از شما بپرسم که علی چه کار است. میگم was macht علی beruflich. was macht علی beruflich. شما میتونید بگی علی ist DJ یا بگی علی arbeitet als DJ. علی یک دیجیه. موضوع بعدی راجع به فامیلین اشتان یا وضعیت تأهله. Der Familienstand. من میتونم بگم ich bin verheiratet. من ازدواج کردم. یا بگم ich bin nicht ledig. من مجرد نیستم. ich habe keine Kinder. من بچه‌ای ندارم. اینا چیزایی بود که من راجع به وضعیت تأهل خودم میتونستم به شما بگم. حالا این تصویر رو نگاه کنیم و راجع به این تصویر بیا ما هم صحبت بکنیم. نسترن ist verheiratet. نسترن ist verheiratet. نسترن ازدواج کرده. Sie hat ein Kind. Sie hat ein Kind. بچه این زی که آوردم اینجا یک ضمیر برای سوم شخص مفرد، این که بزرگ نوشته شده اسش به خاطر اینکه اول جمله اومده، به معنی زی محترمانه نیست. پس sie hat ein Kind. اون یه بچه داره. sein Name ist Ryan. sein Name ist Ryan. نام اون رایانه. اسم اون پسر رایانه. موضوع بعدی که میخوایم راجبش صحبت کنیم راجب سنه. برای اینکه از کسی بپرسیم تو چند سالته، از یکی اگه بخوایم محترمانه بپرسیم میگیم wie alt sind Sie. wie alt sind Sie.
اگه هم بخوایم که یکم صمیمانه تر بپرسیم میتونیم بپرسیم وی آلت 22. وی آلت 22. حالا برای اینکه جواب بدیم که چند سالمون از فعل زاین استفاده میکنیم، اعداد رو هم که یاد گرفتیم، یعنی هر عددی باشه تو الان دیگه کامل بلدی و یاد داری که بگی سن چه عددیه و در آخر از یاغ آلت استفاده میکنیم. مثلا برای من وقتی یکی از من میپرسه وی آلت 22 من میگم Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin 33 Jahre alt. حالا میخوام از شما بپرسم که نیکتا چند سالشه؟ میگم Wie alt ist Nikta? Wie alt ist Nikta? شما میگی نیکتا ist 28 Jahre alt. نیکتا 28 سالشه. موضوع آخری که میخوایم راجبش صحبت بکنیم Wohnort، یعنی محل سکونت. برای اینکه از کسی بپرسیم تو کجا زندگی میکنی میتونیم بپرسیم wo wohnen Sie یا wo wohnst du یا از فعل لبن استفاده بکنیم بگیم wo leben Sie یا از یکی که باهاش صمیمی‌ترین بخوایم بپرسیم میگیم wo lebst du و در جواب از همون فعل wohnen یا از فعل لبن استفاده میکنیم ich wohne in Stuttgart ich lebe in Stuttgart فرقی نداره ich lebe in تهران ich wohne in تهران. خب بچه ها حالا میخوایم بریم سراغ متن کتاب. قبل از اینکه بریم سراغ متن کتاب شما بریم آب بخورین بیاین، منم برم ویدیومو پاز و رکورد کنم و برگردم پیشتون. خب بریم سراغ صفحه 13 Aufgabe Nummer 1. Was meinen Sie? Was meinen Sie یعنی نظر شما چیه؟ Wait کیه؟ Sehen Sie die Fotos und die Visitenkarten an. بچه آن ذهن به معنی مشاهده کردنه. میگه عکس ها و کارت ویزیت ها رو مشاهده کنین و نظرتو بگی. Das ist Markus Bäuerlein. Ja, das glaube ich auch. Glaube یعنی نظر، عقیده. auch هم یعنی همچنین. Das glaube ich auch یعنی نظر منم همینه، همینطوره. منم همین نظر رو دارم، همین تصور رو دارم. Nein, ich glaube, das ist. میگه نه من تصورم این نیست، اون مثلا فلانیه. تمرین بعدیمون هست هوغنزی اون اودننزیزو. پس بریم با هم دیگه متن هوغن رو بخونیم. نفر اول میگه Ich bin 38 Jahre alt. Ich lebe in Bonn. Ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder. Ich bin Architekt. ما از روی این متن میفهمیم که این رو یک آقا داره میگه چون گفته Ich bin Architekt. نفر دوم میگه Ich bin 32 Jahre alt und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Köln. Ich lebe getrennt. من جدا زندگی میکنم. Ich habe 2 Kinder. Ich arbeite als Journalistin bei X-Media. حالا شما اگر خود هوغن رو گوش بدین قطعا متوجه میشین که این متن رو یه خانوم داره میگه، ولی ما که هوغن رو الان گوش ندادیم و فقط داریم متن رو میخونیم متوجه میشیم که این توضیحات در رابطه با یک خانومه چون گفته Ich arbeite als Journalistin. نفر سوم میگه Ich wohne in Berlin. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Diplom-Informatiker und arbeite als IT-Spezialist bei Galaxis. بچه IT-Spezialist میشه متخصص IT توی شرکت گالاکسیس. نفر چهارم میگه Ich komme aus Belgien und wohne in Berlin. Ich bin 25 Jahre alt und nicht verheiratet. Ich studiere Marketing Management. بچه studiere صرف فعل studieren به معنی تحصیل کردن برای ایش هست. Und ich mache ein Praktikum bei Nextrom. پرکتیکوم هم میشه کارآموزی و من دارم توی شرکت نکستروم کارآموزیمو میگذرونم. حالا بریم سراغ کارت ویزیتا. بریم ببینیم تو کارت ویزیتا چه نکات مهمی رو میبینیم. تو کارت ویزیت آ یکی IT اسپسیالیست رو میبینیم، یکی برلین رو میبینیم، یکی هم ایمیل گالاکسیس رو میبینیم. پس این کارت ویزیت برای شماره 3 بود. کارت ویزیت ب چی گفته؟ ژورنالیستین رو گفته، کلن رو گفته و ایکس مدیا رو داریم میبینیم. پس این کارت ویزیت برای اون خانم شماره 2 بود. کارت ویزیت 3 رو چی میبینیم؟ آرشیتکت میبینیم، بون میبینیم، محل سکونتش رو میبینیم. همین دوتا رو میبینیم. اونجا شماره تلفن و ایمیلش و اینا رو گذاشته که خب مهم نیست.
پس شماره C میشه برای نفر اول که گفته بود من آرشیتکتم و تو بن زندگی میکنم. و شماره D تنها نکته‌ای که داره اینه که تو برلین زندگی میکنه و با مابقی اطلاعاتش برای ما کارآمد نیست، یعنی به درد کار ما نمیخوره. ولی اینکه توی برلین زندگی میکنه و هیچ اطلاعاتی نداره و از اون گزینه‌ها فقط گزینه 4 ما خالی مونده، پس کارت ویزیت دی میره برای هوقتکس نومافیا، یعنی برای شماره 4 میره. بریم سراغ تمرین دوم. ایش آقبایت آلس ژورنالیستی. من با عنوان یه روزنامه نگار خانم دارم کار میکنم. هوقنزی اون اودنن زیزو. میگه گوش بدین و وصل کنین. بچه با هم دیگه بریم متن هوقن رو بخونیم. ولی حتی با توجه به اینکه الان متن هوقن رو نخوندیم و گوش ندادیم، از روی همین گزینه‌ها میتونیم و گزینه درست رو انتخاب بکنیم. چون بعد از آلس یعنی باید شغل رو بگی و بعد از وای باید اسم اون شرکت رو بگی. پس ما میدونیم که بعد از آلس یعنی ایش آقبایت آلس باید اسم شغل رو بگیم و توی اون گزینه فقط ژورنالیستین خالیه و بعد از اون ایش آقبایت بای باید اسم شرکت رو بگیم و اون شرکت ایکس مدیا میشه. ولی باز هم با این اوصاف میریم متن هوقن رو از روش میخونیم. Hallo, ich heiße Barbara Meinhardt. Ich komme aus der Schweiz und lebe in Köln. Ich bin Historikerin und arbeite als Journalistin bei X-Media. پس میگیم ich bin Historikerin, ich arbeite als Journalistin, ich arbeite bei X-Media. بریم سراغ تمرین 2 قسمت ب. واس ماخنزی واس سینزی فون بقوف. گفتیم وقتی از کسی بخوایم بپرسیم که شغلت چیه یا میگیم واس ماخنزی یا میگیم واس سینزی فون بقوف. schreiben Sie Kärtchen und machen Sie ein Plakat. میگه توی کارت کوچولو بنویسیم و یه پوستر آماده بکنین. Hilfe finden Sie im Bildlexikon oder im Wörterbuch. میگه از لغتنامه تصویری اون بالا یا ورتابوخ دیکشنری استفاده بکنین و کمک بگیرین. مثلا من میگم Ich arbeite als Hausleiterin bei einem Studio. شما هم برای خودتون متناسب با شغلی که دارین بنویسین و برام بفرستین. بریم سراغ تمرین سوم. ویزین verheiratet. ما ازدواج کردیم. بچه الان اگر بخوایم این جمله رو منفی بکنیم از نیشت استفاده میکنیم. میگیم ویزین نیش verheiratet، یعنی ما ازدواج نکردیم. در واقع ما داریم فعل زاین رو منفی میکنیم. برای اینکه یک فعل یا یک جمله رو بخوایم کلا منفی بکنیم از نیشت استفاده میکنیم. بریم سراغ متن ها. ویزین geschieden. ما جدا شدیم. این متن مربوط به تصویر شماره 2. Wir sind nicht verheiratet, aber Peter und ich leben zusammen. میگه ما ازدواج نکردیم اما من و پیتر با هم زندگی میکنیم. این تصویر مربوط میشه به شماره 4. Wir haben ein Kind. ما یه بچه داریم. میشه تصویر شماره 3. Ich bin verheiratet. میشه تصویر شماره 1. Ich bin Single. Ich lebe allein. تصویر شماره 5. من سینگلم و تنها زندگی میکنم. بریم سراغ تمرین 3 قسمت ب. Hören Sie das Interview. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. میگه بریم با هم دیگه بشنویم این مصاحبه رو ببینیم کدوم درسته و ضرب در بزنیم. بچه توی این حوقن یه آقای مصاحبه کننده این ور نشسته، یه خانم آقا هم اون ور نشستن و دارن مصاحبه میشن. خب آقای خودش رو معرفی میکنه. میگه هالو meine Name ist Markus Böhrlein. خانومه میگه ich heiße Barbara Meinhardt. آقای میگه Meinhardt Böhrlein. و آقای مصاحبه کننده میگه وی بیته. ما تو درس 1 خوندیم وقتی یه چیز رو خوب متوجه نشدی برای اینکه از طرف بخوای یه بار دیگه اون رو توضیح بده خیلی محترمانه میگی وی بیته، یعنی میشه لطفاً دوباره توضیح بدی. حالا بچه تو زبان آلمانی وقتی یه نفری ازدواج میکنه فامیلیش میتونه تغییر بکنه به فامیلی همسرش، میتونه تغییر نکنه یا میتونه فامیلی همسرش بعد از فامیلی خودش بیاد. این بستگی داره که خود اون زن و شوهر چطوری انتخاب بکنن. این خانم و آقا هم زن و شوهرن، واسه همین شوهره بعد از اینکه خانم خودش رو معرفی کرده اصلاح میکنه و میگه فامیلیش هست ماینهارت بویالاین و آقای شروع میکنه به توضیح دادن. باربارا ماینهارت بویالاین. Sie heißt Meinhardt Böhrlein.
ویزین verheiratet. میگه ما ازدواج کردیم. فامیلیش هست مای هارت بویالاین، یعنی هم فامیلی من هم در ادامه فامیلیش میاد. خانم میان میگه وی leben نیست zusammen. ما با هم دیگه زندگی نمی کنیم. آقای میگه وی sind nicht geschieden und wir haben 2 Kinder. ما از هم طلاق نگرفتیم و 2 بچه داریم. و خانومه میگه وی leben getrennt die Kinder und ich wir leben in Köln und wohnen in Bonn. میگه ما جدا زندگی میکنیم، من و بچه هم تو کلن زندگی میکنیم و این آقا توی بن زندگی میکنه. حالا بریم سراغ تمرینمون. باربارا و مارکوس sind verheiratet. Sie haben 2 Kinder. Sie leben nicht zusammen. اونا با هم دیگه زندگی نمی کنن. بچه اگر یکی یه بچه داشت از ein Kind استفاده میکنیم مثل نسترن. اگر یکی 2 بچه داشت از 2 Kinder استفاده میکنیم مثل باربارا. اگر هم یکی بچه ای نداشت از keine Kinder استفاده میکنیم مثل من. حالا بریم سراغ تمرین 3 قسمت 3. Was haben die Personen auf Seite 13 gemeinsam? Gemeinsam میشه وجه اشتراک. Hören Sie noch einmal, fragen und antworten Sie. میگه یه بار دیگه گوش بدین، سوال کنید و جواب بدین. حالا میخوایم راجع به چه چیزایی وجه اشتراک بگیم؟ راجع به محل سکونتشون، شغلشون و اینکه اهل کجان و کجا زندگی میکنن. مثلا وجه اشتراک اسفن و نادین هست اینکه توی برلین زندگی میکنن. Was haben Espen und Nadine gemeinsam? Sie wohnen in Berlin. بچه‌ها برای اینکه دوباره یادتون بیاد من متن هوقن رو براتون آوردم. شماره 1 برای مارکوس بود که گفت من 38 سالمه، توی بن زندگی میکنم، ازدواج کردم و 2 بچه دارم و شغلم هم هست آرشیتکت. شماره 2 برای باربارا بود که گفت من اهل سوئیسم، توی کلن زندگی میکنم، جدا زندگی میکنم، 2 بچه دارم و ژورنالیستم، خبرنگارم. شماره 3 برای اسفن بود. توی برلین زندگی میکرد، 25 سالش بود، سینگل بود یعنی نیش verheiratet بود و به عنوان متخصص آیتی توی شرکت گالاکسیس کار میکرد. شماره 4 که مشخصات نادینه اینه که از بلژیک اومده، تو برلین زندگی میکنه، 25 سالشه، اونم مجرده، دانشجوی مارکتینگ منیجمنت و کارآموزی میگذرونه، دوره کارآموزیشو میگذرونه. شماره 1 و 2 بچه اشتراک داشتن. یکی این که متأهلن، یکی این که 2 بچه داشتن. میتونیم بپرسیم Was haben Markus und Barbara gemeinsam? Was haben Markus und Barbara gemeinsam? میتونیم بگیم Sie sind verheiratet und sie haben 2 Kinder. برای شماره 3 و شماره 4 علاوه بر اینکه برلین زندگی میکردن بچه اشتراک های دیگه هم دارن. Was haben Espen und Nadine gemeinsam? Sie wohnen in Berlin. 2 25 سالشونه. میتونیم بگیم Sie sind 25 Jahre alt und sie sind auch Single و همچنین اونا سینگل هستن. بریم سراغ تمرین 4. تمرین 4 شمارش اعداد از 0 تا 100. شما به راحتی میتونید این تمرین رو برای خودتون حل بکنید. پس 13 میشه 13، 15 میشه 15، 18 18، 40 40، 70 70، 90 90 و 100 هم میشه 100. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 und 100. بچه برای اینکه متوجه بشین این تمرین رو خوب یاد گرفتین یا نه، جداگونه توی کاغذ بدون اینکه به کتاب نگاه بکنید از 0 تا 100 رو برای خودتون بنویسین، تکرار تمرین بکنید. چون کلا این پیش زمینه یک سری کارهای دیگه هم میشه. مثلا تو میخوای قیمت ها رو بگی، باید حتما این اعداد رو بلد باشی که بتونی اعداد بیشتری رو یاد بگیری، اعداد بزرگتری رو یاد بگیری و بتونی مثلا قیمت ها رو بگی. بریم سراغ تمرین بعدیمون. تمرین 5. Wie alt bist du؟ تو چند سالته؟ Hören Sie und hören Sie an. میگه گوش بدیم و ضبط بزنیم. بریم سراغ متنمون. متن مکالمه بین اسفن و نادینه. Hallo, super Musik, was? Wie heißt du? Wie alt bist du?
زوبا موزیک یعنی میگه عجب موزیکی، چه موزیک باحالیه. بعد از اون طرف میپرسه اسمت چیه و چند سالته. نادین میگه ich bin 25 Jahre alt. اسفن میگه هی زوپا ich bin auch 25 Jahre alt. ما جلوتر تو تمرین اول از auch استفاده کردیم. auch یعنی همچنین. ich bin auch 25 Jahre alt. Ja, und wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Hey, wow, ich wohne auch in Berlin. میگه من تو برلین زندگی میکنم. اسفن میگه منم تو برلین زندگی میکنم. Ja, ich bin 25 Jahre alt und lebe in Berlin. نادین میگه wie heißt du? اسفن میگه ich heiße Sven Henken Johann. نادین میگه hey toll, ich heiße auch Sven Henken Johann. خب بریم ضرب در بزنیم. Wie alt sind Sven und Nadine? Sie sind 25 Jahre alt. Und wo wohnen sie? Sie sind in Berlin. اونا تو برلین زندگی میکنن. بچه تمرین 5 قسمت ب میگه fragen Sie und spielen Sie echo. در واقع این تمرین از ما میخواد که از auch تو جملاتمون استفاده بکنیم. حالا راجع به چه چیزایی باید سوال بپرسیم؟ راجع به سن، wohnort، محل سکونت، شغل، herkunft، زادگاه، arbeitgeber یعنی کارفرما. مثلا راجع به سن چی میتونیم بپرسیم؟ Wie alt bist du? Ich bin 34 Jahre alt. Hey super, ich bin auch 34 Jahre alt. یا راجع به wohnort میتونیم بپرسیم Wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Hey super, ich wohne auch in Berlin. یا واسه شغل میتونیم بپرسیم Was machst du? Ich bin Journalistin. Hey super, ich bin auch Journalistin. و ادامه بدیم. بچه بریم سراغ تمرین 7. خب بریم بچه سراغ تمرین 7. تمرین schreiben هست. einen kurzen Text über sich schreiben. میگه یه متن کوتاه راجع به خودتون بنویسین. این تمرین نوشتاره و تمرین خیلی مهمیه. بریم ببینیم چی نوشته. بچه توی این اشتیک بقیف یه خانومی اسم و فامیلی و محل سکونتش، زادگاه، شغل، سنش، وضعیت تحول و تعداد بچه‌هاشو نوشته اینجا. شما اون اشتیک بقیفی که اون بغل نوشته رو باید برای خودت پر بکنی و متنی که این بالا این خانم راجع به خودش نوشته رو تو هم برای خودت بنویسی. حالا برای اینکه این متن رو بنویسی از چه فعل‌هایی استفاده کردی؟ برای اسم و فامیلیت از هایسن استفاده می‌کنی. برای اینکه بگی زادگاهت کجاست و اهل کدوم کشوری از کامن استفاده می‌کنی. برای اینکه محل سکونتت رو بگی از وونن استفاده می‌کنی. برای اینکه شغلت رو بگی یا از فعل زاین استفاده می‌کنی یا از فعل آقبایتن استفاده می‌کنی. برای اینکه سنتو بگی و وضعیت تأهلتو بگی از فعل زاین استفاده میکنی و برای اینکه تعداد بچه‌هاتو بگی از فعل هابن استفاده میکنی. پس لطفاً این اشتیک بقیف رو پر بکنین و بعد از اینکه پر کردین اون متن رو برای خودتون بنویسین. حالا من اینجا یک اشتیک بقیف از خودم برای شما آماده کردم. لطفاً علاوه بر اینکه یه متن کوتاه معرفی از خودتون برای من میفرستین، یه متن کوتاه معرفی از خودم هم برای من بفرستین. خب بچه‌ها ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن. اگر هنوز ماریدویچ رو سابسکرایب نکردی لطفاً اون رو دنبالش کن، دکمه زنگوله رو بزن تا هر ویدیو و پست جدیدی که من میذارم سریع برات بیاد و تو از اون مطلع بشی. خب درس دوم هم به پایان رسید. امیدوارم که این جلسه برات مفید بوده باشه. تا هفته بعد و درس سوم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تکرار تمرین فراموش نشه.